شما سپاسگزارم قریب دوست، ممنون شماست از سر لطف و مرحمت شما. اگر زمان به کلگه بیشه معاف کنید. ممنون هستم که از 48 ساعت بی طرف شفاخانه قاضی الله خان که مربوط به امنیت دولتی است، از رئیس شفاخانه تا رئیس امنیت ملی تا تمام پرسنل فقط مانند یک سرباز از ما سپاسگزاری کردن، کمک کردن. ممنونشان هستم و ما را از زندگی نجات داد. ممنون است. کپی دوم جناب رئیس جمهور و یک معلم است و این بچه ای است در روابط بین المللی دکترا داره، بچه دیگه به دکترا داره و هم تحصیل. ما دولت آقای کرزی و حکومت وحدت ملی را انتقاد کردیم. هدف به انتقاد جنگ مسلحانه نیست. من این را میدانم الفای سیاستی که هر خشتی که از این نظام با وزیمی لیفته جایش داعش و تروریسم پر میکنه. من میدانم که اگر ما سنگ این نظام بکنیم بدیلش داعش بیاریم. این را میدانم. من میدانم که جنگ افغانستان جنگ افغانی است، منطقی است، فرامنطقی است. این کاش مشکل شما هم بمیدانم. طی سال گذشته 3 مسئولیت تاریخی، انتقال سیاسی، یک کمی او بیتاجه فشار سیدی سید نکنه گبر بشنوه. طی 1 سال که شما پیش رو داشتید، انتقال سیاسی، انتقال نظامی، انتقال اقتصادی، این بار کوچک نیست که شانه آوردتانه به در میکن. بله پای سیاست میکنم و تا حال در کشور 11 کتاب نوشته کردم. 2 کتاب بست، یک پاکستان محور شرارت، یک از موام فردای پاکستان که در داروی ترجمه شده گستاو شما داد. حالا چرا برا زدن؟ دولت دستاوردی داره که آزادی بیار است. در حکومت آمد کرزی هم بوده، در حکومت شما. فقط دشمنای سوگند خورده میخوان ما را بزنن که بگوین حکومت وحدت ملی که در رأس دکتر غنی هست با آزادی بیاد باور نداره. صداهای رسال و نشانه میگیره. حالا میدارن که به جنگ نبردیم، به برمی نبردیم، به توب نبردیم. حالا باید نظام از پای در کرد. گفت که حکومت دکتر غنی صدا میکشه، خفه میکنه، به دموکراسی باور نداره. این توته را خونسا کن. یک و باور دارم. 2 گپ بزنم. اگر میخواین که میخواین بدون شکی جنگ تروریسم جلوش گرفته شد، تلاش کنید دست در کاران سیاست که اجماع منطقی به خاطر تروریسم ایجاد کنید. یک اجماع منطقی ایجاد کنید، اجماع فرامنطقی، اجماع ملی ایجاد کنید. اجماع ملی منطقی فرامنطقی کمر حریفه بشکن. تقاضایی بدارم به آدمی افراد. فقط کسانی که مرا زده برای جناب رئیس هم در چهارراهی شیرپور زدن. 10 کمره اونجا نصب است. داعش نه به خاطر زدن که بگوین که به دروازه ارگم بزنن، بگوین که به زیر کمره ها بزنن و علیه کسی دولت. من میدانم که دستای کار میکنه که از خون پرهن به حضرت آسمان جور کنه. من میدانم من روزی نیستم که یک تعداد بخواه از این آب گلالود ماهی بگیرم. من میدانم درست جمعه احساساتی داره. من نتانستم امروز هر قدر گمارت کردیم 1000 نفر 800 نفر رئیس کوشش کرد، نتانستم. بعد در کی را بگیریم اطماعات. فقط دیگه چی بگم؟ امید به خدای را زحمت کشیدیم به صحت چون دکتر صاحب سیستایب صاحب گفت یک برمی کشیده شده، یک برمی برده. اگر بردم نشده خوب، اگر بردم
بودن. بعد از شاه شهید مقامت شما را در مقابل نیرنگ پاکستان میدانم که سر فرود نورده و افغان و اثر بود. بعد 5 سال در پاکستان دیپلمات بودم، به روسیه بودم 60 سال بودم و دیپلمات بودم و میشناسم که آقای دکتر غنی از پاکستان چی بخواه؟ تورست روان نکن، مردم ما را نکش، برادر است دیگه نمیخوایم. او چی میخواه؟ دیورند آقای اشرف غنی به رسمیت شلال کن، آقای افغانستان مهار نکن، روابط خود با هند قطع کن، در امنیت دولتی تو دست داشته باشم که مغز است، در نظام تو دست داشته باشم، ولی قنی خناسه قنی خانه بسیار بینک خواهد بود که را قبول کنه، زندگی بیست. بعد حرف دیگر زده را میتونم و با یک معلم هستم، کتاب نوشته کردم، 11 کتاب نوشته کردم. بس به میدانم که خشتی که از این نظام سقوط میکنه جایش طالب پر میکنه، جایش تورست پر میکنه. این نظام به خون دل ساخته شده. فقط یک تلاش، اجماع منطقوی، اجماع فرا منطقوی و اجماع ملی، کار سختی نیست. سپاس.